این شعر داستانش خیلی، یعنی یه داستان کوتاه کامله دیگه. یه شاهی داره از کاخ خودش شهر رو نظاره میکنه، یه خانم زیبایی رو میبینه، بعد به خادماش میگه که من عاشق این زن شدم، برید بیارید. خادما میرن سراغ زن، هر چقدر باش صحبت میکنن نمیاد، تا مثلا دوباره با اجبار میارتش. زنه خیلی زن پاک دامنیه، میگه خب چیه داستان، چرا منو ول نمیکنی یا اینا. میگه من عاشق تو شدم. عاشق چیه من شدی؟ میگه من عاشق دو تا چشم تو شدم. میگه باشه پس اجازه بده من خودم آماده کنم برای تو دیگه. این میره در یک اتاقی، یک کنجی، به قول این شعر خودش رو آماده کنه، برگرده. وقتی برمیگرده دو تا چشمشو برای شاه میاره. میگه خب اون چیزی که از من عاشق شده بودی، دوستش داشتی، بیا بگیرش. عاشق این دو تا چشم بودی دیگه، بگیر من برم. و شاه خیلی اینجا منقلب میشه. شعرشو بخونیم ببینید، خیلی شعر کوتاه ولی عجیبی، از مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی. تاجوری از سر قصر بلند، پیش و پس شهر نظر میفکند. دید بتی در ته دیوار قصر، زهر شکاف همه خوبان عصر. شاه که آن دید قرارش نماند، قاعده صبر به کارش نماند. گرم فرستاد پیامی برو، تا فکند دست به کامی درو. کرد بت از پاکی دامان خویش، دامن خود پرده سامان خویش. رفت پس پرده بسی گفتگوی، کام نیامد به سوی کامجوی. شه که شدش پرده دل چاک چاک، پرده برانداخت ز بیم هلاک. گفت به خادم که شد از بارگاه، برده کشانش به شبستان شاه. گفت صنم کای ملک روزگار، تاجوران را به گدایان چه کار؟ چیست در این تن که به چشمت نکوست، کز کششش سینه گرفتیش دوست. کرد ملک دیده حسرت پرآب، گفت دو چشم تو ز من برد خواب. رفت پری چهره به کنجی درون، کرد به انگشت دو دیده برون. داد به خادم که بگو با امیر، کانچه ز من دوست گرفتی بگیر. خادم از آن حال که شه را نمود، گشت ز سوزش سر شه پر ز دود. از عمل خود به خجالت نشست، کرد رها دامن پاکش ز دست. ای که تویی دیده خسرو به نور، باش بر این گونه به عصمت صبور. خیلی شعر عجیب و یک داستان کوتاه کامل با ساختار کاملش واقعا.